سازمان ملل آیا ظرف 43 سال گذشته چه وقت صدای خود کشید که امروز به خاطر مکاتب بسیار هایوهوی انداخته؟ روز 400 جنازه که در اینجا بالا میشد کدام روز صدای خود کشیده بودن؟ قذافخانه ها که بمبارد میشد کجا صدای خود کشیده بودن؟ ظرف 43 سال وقت پلان ملل متحد توسط یک گروه برهم خورد که به اثر از او اشت ثور به وجود آمد، کجا بود ملل متحد که صدای خود میکشید که تا امروز افغانستان به آتش میسوزه، که امروز ملل متحد به خاطر بسته شدن یک مدت کوتاه مکاتب دخترانه سر و صداهای را مندازه؟ در اینجا هم دست ممالک بیرونی است، اهداف مشخص را اونا دارن، اهدافشان سیاسی است، اهداف مغرضانه است، اهداف غیر منطقی است و سبب شده که اینا به رسمیت افغانستان نمیشناسن